السلام علیکم داملای محترم. من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمای زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانید. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک‌های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملاشیم از این سخنها. بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم.